هلا پیک شادی ز شادی بخند، که عظما بیفتاد در دام و بند. چکاندند ماشه به مغز نظام، که لرزد به دوزخ ز سوزش امام. تپاندند چوبی در آن آستین، که از آن شاد شد قلب ایران زمین. البته عرض کنم به حضور انورتون، گلوی مماشات چون گیر بود، رها کردن تیر هم دیر بود. اما بالاخره کندن یک مو از خرس هم غنیمت است و دیدگان بر دیر بودنش باید ببست. بله، کجای داستان بودیم آقا؟ آها، در کشاکش دعوای مالکش‌های نظام مارموز بودیم و برجام بدفرجام. بگو با همه مالکش‌های دهر، که شد دوره ماشه‌کش‌های شهر. به عظمای درمانده گوی این پیام، بینداز بالا از این زهر جام. کنون نرمش قهرمانانت، شده لرزش پیکر و لانت. بلرز از یکی خشم سرتاسری، به لرزی چنان لرزش بندری. آقا منظور از لرزش بندری همان لرزش های شدیدی است که اهالی بندر به نیکی از اون آگاهند و این حقیر سراپا تقصیر از نمایش دقیق آن معذور است. بله، جونم برات چی میگفتم؟ آها، کنون دور مالکشی شد تمام، بیامد زمان سقوط نظام. پس از این یکی ماشه خواهد چکید، که کس همچون ماشه هرگز ندید. یکی سنبه داغ مردم نشان، به سندان بسازند آهنگران. نشانند آن سنبه را در کمان، کشد آن کمان را ید آرشان. چنان ماشه‌ای را چکانند خلق، که جان ولایت در آید ز حلق. آقا پس بریم واسه چکوندن ماشه و برهم زدن ریش و ریشه صیدل نابکار سوراخ نشان و نظام نافورش. عزت زیاد و ایام بکام.